روز 20 نوامبر در تالار دادگاه ولایت مسکو حامیان حقوق، فعالان جامعه شهروندی و نزدیکان هویدا طلازاده منتظر اعلان حکم الکساندر سیومین شخص متهم در کشتار این دختر 5 ساله تاجیک بودند. از زمان قتل هویدا طلازاده قریب 2.5 سال می‌گذرد و بارها مرافعه دادگاهی با سبب‌های از جمله وضع سلامتی متهم اصلی به تأخیر افتاده است. پدر هویدا از آن نگران است که هرگاه بهانه برای تأخیر محاکمه پیدا می شود. 2 سال و 4 ماه باز صبر دارم. باز چقدر دیگر ممکن است که طاقت کنم؟ با تأخیر میگذارند و با تأخیر میگذارند. تا به کی؟ چند پیش دادگاه ناحیه سیچوفسکی حکم برآورده بود که سیومین از این بیش به معالجه اجباری احتیاج ندارد و باید در دادگاه جواب دهد. ولی وکیل مدافع سیومین بازنگری این حکم را طلب کرد و مسئله معالجه اجباری این فرد متهم در کشتار دختری 5 ساله تاجیک در شهر سرپوخوای ولایت مسکو در سال 2018 از نو مطرح شد. 16 ноября Смоленским областным судом 16 نوامبر دادگاه ولایت اسمالینسک حکم دادگاه ناحیوی سیچیسکی را لغو کرد. بازنگری آن را در میان گذاشت. امروز ما اقدام‌های بعدی‌مان را بررسی کردیم. Вот сейчас, сегодня мы решали вопрос о том, что каким образом нам поступить. پدر هویدا، حامیان حقوق و فعالان جامعه مهاجران تاجیک مقیم روسیه از آن به حیرت آمدند که چرا شخصی در جای جنایت با شهادت‌های شیعی دستگیر شده که گناهش را هم اعتراف کرده است تا کنون به جوابگری کشیده نشده است. حتما دسته دوم یا دسته سوم در این پرونده رسیدگی میکنه، چون از تجربه ها از مشاهده ها برمیاد که دسته سوم هست. به همین خاطر من فکر میکنم که از مقامات ها، از قدرت هایی که موظفن در این ساحه دعوت خیلی خواهش میکنم که در این پرونده دست خودشون دراز بکنن، یعنی کمک بکنن و به طرف نباشن. دادگاه ولایت مسکو تا زمان حل مسئله معالجه اجباری سیومین محاکمه او را به تأخیر گذاشت. ولی وکیل مدافع عائله هویدا طلازاده میگوید آنها تا آخر تحقیقات و اعلان حکم سیومین قضیه را پیگیری خواهند کرد.